دوشنبه راست به انطالیا سفر داریم. بیبی رجب منصورова باری دوم است که استراحت تابستانه خود را می‌خواهد در ساحل بحر میان زمین گذراند. سفر امسالشان از پارسال کم خرجتر و راه هم کوتاه‌تر شد. در تابستان امسال هر 10 روز شرکت سامون ایر از دوشنبه تا شهر انطالیا ترکیه پرواز چارتری را به راه مانده است. بار اول به خط سیر استانبول رفته بودیم. از استانبول راست به ایرپورت سبیه رفته به انطالیا سفر کرده بودیم. انا امسال باشد، خوشبختانه امسال باشد ما از دوشنبه راست به انطالیا سفر داریم. در نخستین پرواز مستقیم دوشنبه انطالیا که روز 1 ایول صورت گرفت، در برابر بیبی رجب 180 نفر دیگر به انطالیا سفر کردند. مسئولان میگویند طلبات زیادی ساکنان به این مسیر سبب به راه ماندن این خط سیر شده است. خطسیرها در یکجایی با شرکت‌های کامپاس و ترانس‌آویا صورت میگیرند. ارزش پرواز و استراحت در این منطقه ترکیه وابسته به شرایط مهمانخانه‌ها برای یک نفر از $550 آمریکایی آغاز شده تا $750 افزایش می‌یابد. قبلا به گفته نماینده‌های این شرکت پرواز و استراحت در ترکیه برای یک نفر مبلغی تا $1,500 را تقاضا می‌کردند. وابسته از گنجایش پارکورشوی خطسیرها ما آماده‌ایم که شماره خطسیرها را از 10 تایی که ما به نقشه گرفتیم با زیادتر نماییم. به راه ماندن خط سیر چارتری در حالی است که به گفته شرکت‌های سیاحی در سال‌های اخیر بیشتر شهروندان تاجیکستان منطقه انطالیا ترکیه را برای استراحت انتخاب می‌کنند. ساکنان تاجیکستان برای سیاحی سال‌های اخیر به ترکیه می‌روند و بعد از این مردم برای سیاحت به سنگاپور، مالزی، تایلند سفر می‌کنند. به مصر هم توجه دارند. 50% علاقه‌مندان سفر به انطالیا اعضای خانواده‌ها هستند که می‌خواهند عائلوی تفریحی تابستانه خود را برگزار کنند. در حالی که شرکت‌های سیاحی از زیاد شدن توجه مشتریانشان در پی ارزان شدن خدمات سیاحی خوشحالی می‌کنند، کارشناسان می‌گویند این امکان را هم تنها دایره محدود شهروندان دارند. به طور مثال یک نفری که با معاش 1,500 سومانی زندگی خود را می‌چرخاند، استراحت در لب بحر میان زمین برایش تنها رؤیاست. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.